بشه که بله جمعه شب وقت نداره پله. کجا دعوتش کردن؟ لی لا لا لای لای لا 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 لای. این استادیوم میرفت رو هوا. من با 2 اسوه سینمای ایران نتونستم کار بکنم، محمد علی فردین و آقای ناصر ملک مطیعی. صبح جمعه شروعش با رادیو بود و صدای شما و دوستانی که چند دهه قربونت برم صبح جمعه. بله من پدرم گوش میدم. من از بچگی به تئاتر خیلی علاقه داشتم، خیلی زیاد، بیش از اندازه. من چادر مادرمو 2 چادرشو، چادر نمازشو برمی داشتم پرده درست میکردم، بعد بلیت میفروختم تو محل. موقع شمرون بودیم، بچه بودم، کلاس مثلا 3 ابتدایی اگه اشتباه نکنم یا 4. بعد روزای پنجشنبه جمعه که تعطیلی بود من تئاتر میذاشتم و 1 قرون بلیتم بود. بعضی که نداشتن 10 میگرفتم، از بعضی که داشتن 1 قرون میگرفتم. بعد از این چادر مادرم به عنوان پرده استفاده میکردم، یه نخ میبستم 2 طرف و خودم هم پرده رو باز بسته میکردم. این پرده درست میکردم دیگه. بعد صندلی میچیدم، بلیت 1 قرون میفروختم. 1 قرون. 1 قرون خیلی پول بودا، فکر نکنی. با 1 قرون مثلا من یه فال مثلا 6 تا گردو میخوردم. با 1 قرون من یه دونه نون میخوردم. من با 1 قرون یه دونه دوغ میخوردم. من با 1 قرون نوشابه نیامده بود اون موقع. به هر حال خیلی کارا میتونستم بکنم. این تئاتر، صحبت تئاتر بودم. عرض کنم حضورت که من اولین بار نقش بزرگ گرفتم. یه نمایش بود، چینی بود به نام چاو. این چاو دزد بود. منم خیلی خوب بازی کردم، وجدانم خوب بازی کردم. عرض کنم حضورت که بابامو دعوت کردم ردیف 1. نشست و با دوستاش اومده بود، مادرمو نیاورده بود. آخه اون موقع زناشون با خودشون نمیبردن بیرون، نمیدونم چرا، مریض بودن، نمیدونم، نمیبردن دیگه، تنهایی میمدن خودشون. خلاصه من دیدم وسط کار بابام قهر کرد، رفت و شب کار تا تموم شد و بچه ها خداحافظی کردم و رسیدیم جلو خونه. در رو وا کردم، مشت لگدی بود که اومد برای من. پدر سگ آبرو منو بردی، دزد بازی کردی. بابا اون تئاتر که من دزد واقعی نبودم که، نقش دزد بازی کردم. بابای من تا 9 اگه اشتباه نکنم خونده بود، ولی خب 9 قلابی بود به نظر من، زیاد چیز نبود، زیاد با سواد نبود، زیاد نه که نمیفهمید. نه پدر من میفهمید، همه چی هم میفهمید، خوبم میفهمید، ولی تئاتر رو نمیفهمید که آقا نقش بازی کردن فرق میکنه با بازار تهران. میگفت تو آبرو منو تو بازار بردی، پسرش دزد بازی میکنه. سر همین دزد بازی کردن تو گفته بودن تو بازار تهران چون راه افتاده بود، تئاتر خوب فروخت و من یادم درست 10 تومن به من دادن
10 تا 1 تومانی به من دادن به خاطر نقشی که بازی کردم و چکی که خوردم و یادگاری که از پدرم موند و کیف میکنم یاد اون چکه میفتم. خورد اینجام ای کار زنده بود بازم منو میزد. این دفعه تو سرم میزد، لگدم میزد، لهم میکرد، ولی بالا سرم بود. نیست. زندگی من این که لا 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 فرانک سیناترا. من یادم این کنسرت وقتی شروع شد از مدتی قبل تبلیغ کردن که آقای سیناترا دارن میان ایران هم خیلی طرفدار داشت به خاطر یه آهنگش. فیلماش هم قیامت میشد ولی موسیقیش فوق‌العاده زیبا بود. بلیت این کنسرت بود 5 تومن. 5 تومن خیلی پول بود. به بابام روم نمیشد بگم، به خلاصه گفتم میخوام برم کنسرت فرانک سیناترا. گفت کجاست؟ بالاخره پول را بابام گرفتم رفتم. هیچی، ما رفتیم اینجا کنسرت ایشون رو دیدیم. 5000 تا جا داشت. 5 تومن هم خیلی پول بود. آقا شاید باورتون نشه، فرانک سیناترا رو صحنه نیامده بود. موسیقی که شروع کرد این آهنگش خیلی معروف بود اون موقع. میگفتش که لا 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 لی لا لا لای لای لا 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 لای. آقا وقتی میگفت فلان، این استادیوم میرفت رو هوا. اینقدر مردم این آدم رو دوست داشتن. اون نفشه بود، خواننده بود، دوستش داشتن دیگه. یکی این خاطر است که 5 تومن بابایی گرفتیم و رفتیم و لا 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 لا. استاد ما عکس تو رزوممون ثبت می‌کنیم. میدونی چرا تعجب میکنم؟ من با شما کاری ندارم. تعجب من از اینا از کجا گیر آوردن اینو اول شما ببینید من توضیح بدم. آقا خیلی خبر جالبیه. خب برای اون موقع جالب تر بوده، چون راجع به کسی میخوام من حرف بزنم که اسطوره فوتبال جهان، اسمش وقتی طنین انداز میشه عجیب غریبه این آدم. من راجع به پله میخوام صحبت کنم. بشه که بله جمعه شب وقت نداره پله. کجا دعوتش کردن؟ شکوفه نو. یه کافه بود به نام شکوفه نو. موقع مردم ایران کافه برو نبودن اونجوری. کافه های ایران معمولاً مختص سفارتخونه ها بود، کنسولگری ها، سفارتخونه ها، وابستگان نظامی و کسانی که به هر حال توی مملکت کاری داشتن، مأموریت داشتن، میمدن انجام میدادن میرفتن. عرض کنم حضورتون که این دربونی داشت این کافه. این دربون وضعش خیلی خوب بود، علت هم داشت، چون مشتریایی که میبرن تو این کافه تومن نمیدادن که انعام، $10 $20. بعضی موقع یارو کله پاش که زیاد میخورد $100 میداد یارو اشتباهی. عرض کنم بزرگ 100 کله پاشه. بله دیگه بله. اینو بهش بگن کوچه 100 تومنیا.
یعنی 100 تومن اینقدر ارزش داشت که مثلا پول داره یه جا جمع می‌شدن اسم کوچه روش 100 تومانی ها. چه چیزایی قشنگ انتخاب کرده این تهیه کننده ما. عالی. والا من اصالتاً اصفهانی هستم ولی خودم در تهران متولد شدم. حالا یه چیزی شاید بگم اغراق نیست ولی من شخصاً شاید باورتون نشه، من شخصاً وقتی وارد اصفهان میشم اصلا یه حال دیگه بهم دست میده. شاید علت پدر مادر من هستن که اصفهانی هستند و ایل و تبار من در اصفهان 2 تا فیلم بود، یکیش نصفمون، اسم اون فیلم من یادم نیمن. فیلم دومی که من اصفهان اومدم کار کردم با آقای سیامکی یاسمی بود به نام عروس پا برهنه. عرض کنم حضورت که این 2 تا فیلم من اصفهان کار کردم ولی عرض کنم حضورتون من تلویزیون اصفهان یه برنامه‌ای داره به نام زنده رود. من خوشحالم که بیشترین هفته ها تو این برنامه من میمدم شرکت میکردم. باورتون میشه من برای پولش نمیمدم اصفهان. اگه من بگم چقدر میگیره رب خندتون میگیره ولی من به خاطر فقط اصفهانی ها اومدم اصفهان. بازم زنده رود میام، اسم زیبایی داره زنده رود. زنده رود الان مرده روده ولی اسمش زنده روده، پس این رود زنده میشه به وسیله دولت مردان این کشور. این رود زنده میشه همون جوری که دریاچه ارومیه زنده خواهد شد. همت کنید، شما میتونین، شما همه کار میتونین بکنین. همت کنید ارومیه نجات پیدا کنه. انشالله 33 پل و پل خواجو هم باز اون تراوت و اون زیبایی و اون خنده و اون شادی کنارش باشه، مردم قدم بزنن. 1 2 3 من حرف ندارم، من دارم کار میکنم ولی هنرپیشه هستن که گرسنگی دارن میمیرن. تکلیف اینا چی میشه؟ جواب اینا کی میده؟ یکی بیاد به من بگه. من حرفی ندارم. خانه هنر درست کردین و نمیدونم فلان پولاش خوب. خانه سینما چی هستن؟ خانه سینما حق خود من خورده. من 30 سال بیمه پرداخت کردم 5 سال بهم میدن. پول من کی خورده؟ یه جواب بده. اسم نمیتونم بیارم. بله اصلا حضورتون که باز برمیگردیم به همون عروس پا برهنه. مثل که عروس پا برهنه تموم نمیشه. عرض کنم حضورتون که ما رو دعوت کردن آقای کاباره‌ای بود به نام آبچار. کاباره‌اش قدقنه کافه بود. نکن چرا تو میخندی؟ عجب آدمی ها. بعد خلاصه چی؟ رفتیم اونجا و عرض کنم حضورت که دعوت داشتیم و از آقای یاسمی اجازه گرفت رفتیم و یک سوء تعبیری شد این وسط. ما موقع شام و نهار و اینا داشتیم میخوردیم. شام بود، نهار که نمی شام بود داره. شام داشتیم میخوردیم دیدیم که اوضاع یه جور دیگه داره میشه. انگار حس میکنه آدم دیگه. یکی میاد تنه میزنه به صندلی ما رد میشه مثلا. معلوم میخواد بزنه دعوا کنه دیگه. یهو دیدیم یه چیز اومد سر بیک. سوء تعبیر شده بود دیگه. رضا دیگه دیدم فقط صندلی پرت میکنه. من رفتم ماشین روشن کنم که این بیاد سوار شیم. ماشین رضا بود. هیچی دیگه.
دعوا شد و آقای بکن زدن و من اومدم زرنگی کنم، ماشین روشن کنم. همین کارم کردم، ماشین روشن کردم، اومدم بدم زنده، دیدم یه چیز خورد اینجام، همین رفتم پایین. کار من این بود تو دعوا، هر دفعه یارو میمد یه دونه میزد، من میرفتم پایین، بیکم میزد این ورا اون ورا، لگد و فلان و بلد بود چیکار کنه. کشیس بود دیگه بابا، قهرمان بود. البته یارو رو گرفتن و نه اینجوری نبود که رهاش کنن بره، خیلی هم گردن کلوف بود. اسمش کریم خونخور بود، میشه از کریم خونخور و ولی کتکر ما خوردیم دیگه. حالا صحبی یا غیر صحبی و اینا نداریم دیگه. به آقا چورد، آقا ما توی یکی از بهترین هتل‌های اصفهان هستیم به نام چهار باغ. فوق‌العاده است، آدماش خوب، مدیرش خوب، همه چی عالی، کارمندای بسیار خوب، رزرویشن فوق‌العاده خوب، همه چی یعنی وجدانن آدمای خوبی هن. راجب آقای اهرام صدر من بگم، من در ایران زمین هنرمندی مثل آقای اهرام صدر ندیدم و نخواهم دید. بعد من ممکنه ببینن و نمیدونم. آقای اهرام صدر تمام آنچه که در اصفهان اتفاق می افتاد، کوچکترین مسئله که به ضرر مردم بود، شب رو صحنه مطرح میکرد و میگفت و جالب اینه که مسئله حل میشد. من یه کارخونه خیلی بزرگی هست، نمیتونم اسمش بیارم به دلایل خب ممکنه شکایت کنن از آدم دیگه. یه پتو داده بود بیرون، یه جای سوراخ بود. این پتو رو آقای اهرام صدر آورد رو صحنه، گفت فلان کارخونه، آقای فلانی، آقای مدیر، آقایی که شما از پول مردم صاحب این کارخونه شدی، اگه مردم پتو نخرن تو چی میخوای بفروشی؟ چطور ممکنه یه پتو از این کارخونه بیاد بیرون سوراخ باشه؟ و این آقای اهرام صدر گفت و این کارخونه هزاران پتو مابین کسانی که به اصطلاح لازم داشتن، نیازمند بودن، پخش کرد. اینا کاره کمی نیست. آقا هواپیمای ملی ما پرواز داشت برای تئاتر آقای اهرام صدر، میبنن تئاتر اهرام صدر میدیدن برمیگشتن شب. باورتون میشه؟ باورتون نمیشه. اینا قدیمی ها میدونن من چی میگن. من تو زندگیم به 2 تا آرزوم نرسیدم. حالا قابل پخش هست نیست، پخش میشه نمیشه مهم نیست برام. من آرزوم دوست داشتم با آقای فردین کار کنم. هر بار این بزرگوار به من زنگ زد، من متاسفانه سر یه فیلم بودم. آخرین باری که آقای فردین به من زنگ زدن برای یک فیلم‌های سینماییشون، من اصفهان بودم همراه با آقای سیامک یاسمی، آقای بیک ایمانوردی، آقای علی میری، خانم جمیله داروش اسدزاده. ما تو این فیلم بازی داشتیم. آقای فردین زنگ زدن، فکر نمی‌کردم من اصفهان باشم. به هر حال گفتم من اصفهانم و گفت قسمت نشد با هم دیگه کار کنیم و نشد. یه تهیه کننده دیگه اتفاقا تو همین فیلم حدود مثلا 5 روز بعدش به من زنگ زد که با آقای ملک مطیعی من بازی باید قرار بود بکنم که متاسفانه اون فیلم چون طولانی شد، آقای میری هم گرفتاری داشتن، ما شب و صبح کار میکردیم، تو اون فیلم هم نتونستم. من با 2 تا اسوه سینمای ایران نتونستم کار بکنم
محمد علی فردین و آقای ناصر ملک مطیعی. و این کارنامه من خراب نمیکنه، ولی من خیلی دوست داشتم در کنار دو تا انسان بزرگ سینمای ایران بازی کنم. ولی خوشحالم که در کنار بهروز وثوقی بودم، در کنار سعید راد بودم، در کنار اکثر هنرمندانی که شهرتی داشتن، منوچهر وثوق و خیلی های دیگه، با همه کار کردم غیر از آقای فردین و آقای ناصر ملک مطیعی و باعث تأسف منه، ولی قسمت این بوده دیگه، نشد. همین خواستم شما بدونی. متشکرم. قربان شما. علامت زیاد. رهینو، رزرو آنلاین خدمات گردشگری.